سلام به همه شما دوستان با مرام و با صفای خودم. آقا این استخون بازی جماعت دلواپس تمومی نداره. نوچه های درمونده علی گدا وسط قشقرق هسته‌ای و تو حول و بلای ضرب العجل به استخونای پوسیده جنگ دخیل بستن تا شاید یه فرجی بشه و از هچل هستگی خلاص بشن. جالب اینجاست که علی گدا هم یه پیام دوغکی براشون فرستاده تا به باند رقیب بگه اگه زیاد دور بردارید من فرمونو میپیچونم اینوری. تحیات خدا بر شهیدان مظلوم قواس که با ظهور و حضور خود این فروغ خاموش نشدنی را مدد رساندند و سپاس بیپایان پروردگار حکیم و مهربان را که در لحظه های نیاز این ملت خداجوب و خداباور بشارت های تردید ناپذیر را بر دلهای بیدار نازل می‌فرماید و غبارها را می‌زداید. حضور پرمضمون امروز شما در تشییع این دردانه‌های به میهن بازگشته یکی از به یاد ماندنی ترین حوادث انقلاب است. سید علی خامنه‌ای 26 خرداد 1394. به این میگن ولی فقیه استخونی. یعنی ببینید کار این ولی فقیه پیزوری به کجا کشیده که میگه استخونها در موقع نیاز رسیدن. فکر کرده با استخون میتونه از این بنبست و مخمسه‌ای که توشه خلاص بشه. از اون طرف جماعت کوسه هم که دیدن ریش خودشون گیره و نمیتونن با استخونا در بیفتن، از یه در دیگه وارد شدن و به دلواپسا گفتن بابا آخه استخون چه ربطی به نرمش و اعتدال و این حرفا داره. هر کس با هر عقیده و مرامی میپذیرد که جای تجمع برای اعلام انزجار از حضور زنان در ورزشگاه‌ها در هنگام بدرقه شهدا نیست. همه میدانند که جای آن نیست که مذاکره کنندگان هسته‌ای را با هیهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت کنند تهدید کند. این مدعیان باید بدانند که چنین رفتاری تنها بذر نفرت و تفرقه خواهد کاشت. نرسد آن روزی که این رفتارها ملت را از هر آنچه برای ملت است زده و دور کند. زنهار. یارو خودش مزرعه دار نفرت و تفرقه است، بعد به اون بان میگه بذر نفرت و تفرقه رو نکار. گدا به گدا رحمت به خدا. خلاصه که وضعیت خیلی قرقاتی شده. از اون طرف بشنوید از دلواپسای مجلسی که افتادن تو خط کش دادن مذاکرات و ویراژ دادن جلو جماعت شیخ فری. آخرین مسئله فضاسازی در مورد تحریم ها. من باید عرض بکنم این که گره بزنیم همه مشکلات کشور رو به رفع تحریم ها، این دروغ بزرگی است. آمریکا از ما یک امضا میخواد کشور ما رو به زیر یوغ ببره. آخرین عرضم میخوام این رو عرض بکنم، من به عنوان کوچکترین نمایندگان از مردم ایران برای خودم خیانت میدانم که پروتکل هسته‌ای را امضا بکنم و هرگز پای این پروتکل را امضا نخواهم کرد. خیلی ممنون. آخرین عرضم آقای روحانی هم هستی، پای این قرارداد رو امضا نکن. از این هوچیگرا و دادقالای نمایشی که بگذریم میرسیم به خود کوسه و شاخشونه کشیدنش واسه علی گدا. بعد از صدور حکم زندان واسه بچه کوسه و تیغ‌کشی های خامنه تو سالمرگ دجال، به ناگهان شیخ اکبر فیگور و ادا و اطوار رو کنار گذاشته و با کله رفته تو صورت عظما. یعنی اینا دیگه اسمش موزه‌گیری و این حرفا نیست، اسمش تشر زدن به علی گداست. تحریم ها در حال پوساندن استخوان طبقه مزبگیر است. میگویند تحریم ها به نفع ماست، پدر مردم رو در آورده چطور به نفع ماست. این حرفایی که میزنن حرفای ملت ایران نیست، اما آنها تیوان دارند. در حال حاضر چطور آقایانی پیدا میشوند که تعامل با دنیا رو ذلت حساب میکنند. چه ذلتی؟ هر جای علم و فن نیاز بود باید به دنبال اون رفت. متاسفانه آن تمدنی رو که امام میخواستند با این انقلاب ایجاد کنند الان دچار انحرافی شده که ما باید به نحوی، البته نه با دعوا و خشونت،
بلکه با استدلال و حرف اون رو درست کنیم تا این فضا رو در ایران به وجود بیاوریم انشاءالله. ملاحظه میکنید این اکبرشاه چجوری داره جواب علیگدا رو میده؟ میگه اگه من حرفای امامو تحریف کردم تو اصلا شاسی امامو منحرف کردی، تمدن امامو منحرف کردی. همینه دیگه، وقتی علیگدا آویزونه یه مش استخون میشه و اونجوری عجلابه میکنه، خب زبون شیخ اکبرم دراز میشه و اینجوری البته کشی را میندازه. هرچی زمان ضرب الاجل نزدیکتر میشه شاخبازی بوفالوهای نظامم شدیدتر میشه. خب دوستان باقی حرفا رو بزنیم واسه شبای بعد. قربون شما، خدا حافظ شما.